فکر می‌کنید جامعه چه مواجهه‌ای خواهد داشت با انتخابات آینده؟ دقیقاً هیچ تنها واژه شبکه‌های فارسی زبان خارجی بود برای توصیف مشارکت ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری از 1 ماه پیش تا حدود 1 هفته قبل از روز رأیگیری. انتخابات نتونسته در مرکز توجه یا حتی در حاشیه توجه شهروندان ایرانی قرار بگیرد. میگن علاقه و باوری به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارن. جلوتر که رفتند برای تحریم همان انتخاباتی که گفتند تمایل مردم به آن هیچ است، دست به کار شدند. موج تحریم این انتخابات، صدای کسانی که خواهان تحریم انتخابات هستند بلندتر شده. من فکر نمی کنم که در چنین شرایطی ما شاهد این باشیم که حضور گسترده و مشارکت حداکثری وجود داشته باشه. آمار هم دادند، گفتند نهایتاً 8 میلیون نفر. چیزی از حدود همون 20% خوشبینانش اینها هستند که پایگاه رأی حکومت هستند، اینا هستند که میان رأی میدن. برآورد این است که در بهترین حالت 8 میلیون آدم میرن رأی میدن. انتخاب ما دکتر زیر حرف‌های 1 ماه پیششان زدند. برید تو پلتفرم‌های کلاب هاوس ببینید که چقدر بحث و گفتگو هست. برید تو فضای مجازی ببینید چقدر بحث و گفتگو هست. فکرم نکن که صندوق میذارن صندوق‌ها خالی میمونه، نه میرن رأی میدن. مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با شرکت نکردن مردم توی انتخابات چه سودی به حال اون وریا داره که میگن نیاید؟ والا اونایی که میگن نیان خب یعنی عملا مملکت و واسهشون مهم نیست، ارزشی نداره. هیچ وقت به فکر ما نیستن. یعنی مردم باید بدونن که واقعا ایرانی باید به فکر خودش باشه. ایرانی میتونه ایران رو درست کنه. هیچ موقع ما نباید دل ببندیم. اون شبکه‌های ماهواره همیشه اهداف خودشون رو دنبال میکنن. هیچ کس اندازه خودمون به فکر کشور خودمون نیستش و اونا هم همینطور. یعنی اونا اصلا به فکر این نیستن و براشون هم حتی مهم نیستش که ما اینجا چی کار میخوایم بکنیم و آینده میخواد چی بشه. بنابراین سعی میکنن که یه جورایی سنگ بندازن. مردم ایران واقعا فهمیدن که اونها همش در واقع دنبال منافع خودشون هستن. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.